راستی بار اول است در این همایش اشتراک میکنم. مقصد اساسی هم اون بود که مشاهده کنم که تا چه اندازه فرمت سازمان امنیت و همکاری اروپا میتواند برای مکالمت در بین گروه‌های گوناگون سهم گذارد. در حقیقت یک همایشی است که فرمت یا چارچوبه‌ای که این همایش دارد میتواند تا اندازه مکالمه دیالوگ در بین گروه‌های گوناگون مساعدت کند، ولی در عین زمان مشکلات نیز مشاهده می شود. پیش از همه مشکلاتی در دایره این چارچوبه، اولا تا یک اندازه نافهمی بین گروه ها هست. اگر بگیریم حکومت و گروه های مخالف، اونا فکر میکنند که باید هر گروه برای دفاع از موقع خود، از منفعت های خود اینجا بیاید و همین موقع بیان کند و حمایت کند. ولی فکر میکنم که مقصد اساسی این سازمان و همین همایش چنین نیست. مقصد اساسی تا اندازه نوبسته به مخالفت ها و نافهمی ها باید یک راه گفت و شنید ایجاد شود و که خب این همایش به این چیز مساعدت میکنه و در عین زمان هنوز چارچوبه امکان نمیدهد که چنین گفتگو به وجود بیاید. از اون جمله خود همین فرمت اساسی، یعنی مجلس های پلنری فرض کردیم، در اونجا به طور بسیار مشخص و محدود موقع ها شنیده می شوند. پیش از همه موقع حکومت و بعد موقع های گروه های گوناگون مخالفان و جامعه شهروندی که خود از خود همین فرمت از نقطه نظر وقت امکان نمیدهد که گفتگو به وجود بیاید. حافظ، در این حالت مکالمه چگونه باید باشد تا در نزدیکتر کردن موقع ها یا رساندن حرف یکدیگر به گوش همدیگر کمک رساند؟ فرض مثال میز مدور میتواند یک فرمت خوبی باشد، نه فقط مجلس های پلنری بلکه میز مدور و یا که صحبت هایی که گروه های گوناگون به هم آورده در اونجا مثلا محدودیت های زمانی گذاشته نشود و بگذار گروه های گوناگون با هم رد و بدل کنند در مورد آیسته در ضمن آیسته نافهمی ها از بین میرد و ناباوری ها هم از بین میرد، گرچنده البته خیلی مشکل است تا به اون نتیجه رسیدن. تجربه میزی مدورها را شاید دیده باشیم، چون در یکی از نشست‌ها در اینجا بحث‌ها شدت گرفت و مردم احساسی می‌شدن و به خشم و غضب صحبت می‌کردن و فکر نمی‌کنید که در این حالت احتمالی دست به گریبان شدن پیش بیاید؟ خب سال گذشته من به واسطه در همایش اشتراک نداشتم و توسط رسانه‌ها با خبر می‌شدم و فکر میکنم که خیلی اوضاع فرق میکند. این سال احساسات کمتر از بگیم که کمتر احساس میشد در اینجا و مردم بیشتر خودداری میکنند و گمان میکنم که تا اندازه خیرات بر احساسات غالب آمده است و البته این گونه احتمال وجود دارد که امکانی سر زدن بحثایی که احساساتی وجود دارد، ولی خب چاره دیگر نداریم. برابر این امکان دارد که یک مدیراتورهای میانه‌روهای خوب یا که ورزیده جلب شوند که چنین بحث‌های احساسی را توانند اداره کردن. یعنی که اگر خود سازمان امنیت و همکاری تواند که مدیراتورهای خوب جلب کنه در این و اونایی که مثلا تجربه خوبی حل مناقشه ها دارند، در نظر دارم مناقشه های زبانی و لفظی و که در رفت بحث و سر میزنند. حافظ، از نشست‌های امسال میتوان خلاصه کرد که گفتگوهای هیئت حکومتی در اینجا و هم نظرهای هیئت‌های مخالف دولت تا حد
در رسانیدن حرف یکدیگر به گوش همدیگر کمک کردند یا موقعها همان گونه بی تغییر خواهند ماند؟ این حال در این مورد خلاصه کردن یک گپی آخر گفتن خیلی مشکل است، چون تا اندازه که من خوب امکانی گفت شنید در اینجا بیشتر در دالان ها هست و من کوشش کردم که در دالان ها با گروه های گوناگون هم حکومت و هم گروه های مخالف و هم جامعه شهروندی صحبت کنم. هنوز اکثریت گروه ها در دوگما یا چارچوبه های معین اندیشه میکنند. فرض مثال در مورد حقوق بشر یا که رادیکالیسم یا که مسئله های دوغ دیگر که در جامعه ما هستند در دایره دوگما های معین صحبت میکنند و هنوز خیلی بر وقت است که بگیم که اونا میتوانند به یک مرحله دیگری گفت شنید وارد شوند، تا اون زمانی که دوگما ها این چارچوبه های تنگ برداشته نشوند، شکسته نشوند. تشکر زیاد حافظ جان برای مصاحبه.